بله بفرمایید. سلام جیگر، چطوری؟ شما کی هستید؟ من پسرخاله دایی خشایار مصطفی ام. خشایار مصطفی کدوم خریه دیگه؟ رفیق بهروز پیرپکاجکی. آهان بهروز پیرپکاجکی، همون توپله رو میگی؟ آره توپله. خب دیگه چی؟ الان تو خونه تنهایی تو؟ آره چرا؟ به من بیام بکنمت. بس میگی میخوای منو بکنی؟ ولی من نمیدم. فکر کردی نمیدی؟ مثلا چه گویی میخوای بخوری؟ ببین کس شعر نگو، وقتمم نگی، پشمم فیر خورد از ترس. من کس شعر نمیگم، همین الان میخوام بیام بکشمت. ببین از این شوخی ها نکن، من میترسم. راستشو بگو تو کی هستی؟ تو رو خدا اذیت نکن. نکنم؟ میکنم، خوبم میکنم. آخه واسه چی میخوای این کارو بکنی؟ آخه دارم مجله سکسی نگاه میکنم. ببین قشنگ با دقت نگاه کن، ببین عکس من تو اون مجله هست، برو صفحه 11 باشه. بعد قشنگ نگاه کن ببین اصلا ارزشی کردن دارم یا نه. آره قبلا دیدم. اوه به نظرت من چی جوری بودم؟ خوب کسی بودم یا نه؟ کمک! کسکش زایه. آخه واسه چی دوست پسرمو بستی به صندلی؟ مگه مرض داری؟ بگو ببینم چی از جونم میخوای؟ کشتو، جونتو، همه کس و کارتو. کسکش مادقه کونی، کسکش بیپدر. من گفتم نیاییم خونه ها. آره گفتی. اوه بچه ببخشید. سلام کسه. وایسا جنده. کجا رفت؟ قبول نیست توش نرم. این کیه دیگه؟ میکنمت. اوه بابا 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 نه نه نه. صدای چی بود عزیزم؟ ولش کن برو پایین بخور.